بچه‌ها بیاید یه تقلب ریز درباره دخترها بهتون برسونم. 4 تا نشونه هست که اگه اونا رو شما توی یه دختر دیدین میتونین مطمئن باشین اون دختر از شما خوشش میاد. نشونه اول تماس بدنی تصادفیه. بهتره بگیم عمدن تصادفی. یعنی چجوری؟ یعنی وقتی کنار تو میشینه یا نزدیک تو هست سعی میکنه بدن تو لمس کنه. میخواد یه لیوان آب از دستت بگیره، سعی میکنه دست تو لمس کنه. میگه چه انگشتر قشنگی داری، چه ساعت قشنگی داری. در کناری که این حرف میزنه دستت هم مثلا لمس میکنه. دست میزنه به بازار، میگه چه بازوهای خفنی داری. اینجوری دوست داره تو رو لمس کنه. نشونه دوم باهات نگاه بازی میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی جمعی نشستین، اون هست، میبینی از دور داره بهت نگاه میکنه یا سنگینی نگاهشو رو خودت حس میکنی، اما تو بهش نگاه میکنی سری چشماشو میدزده. یا اگه به هر دلیلی شما با هم چش تو چش بشین، سعی میکنه اون چش تو چشمه یکم طولانی تر بشه. یعنی شاید مثلا با یه فرد معمولی زیر نیم ثانیه از چشم تو چشمتون، ولی با اون مثلا شاید تا 2-3 ثانیه هم طول بکشه. نشونه سوم اینه که اعضای بدنشو واسط بولد میکنه. یعنی مثلا وقتی کنارته با موهاش بازی میکنه، موهاشو از گردی صورتش میده کنار که گردی صورتش قشنگ برات مشخص باشه. اگه بخواد دیگه خیلی واضح بهت نشونه بده، با لباساش و حرکاتش اندامای جنسی زنانش رو سعی میکنه واسه بولد کنه. مثلا سینه‌ش رو یا باسنش رو. اصطلاحا میگیم آقا مثلا یه لباسی میپوشه که خیلی شق و رقم یا جلوی تو وای میسه که اون بدنش، اون اندامای زنانش برای تو بیشتر به چشم بیاد. نشونه چهارم هم توی کپشن نوشتم، بخونید و تمرینی که گفتم، کاری که گفتم هم انجام بدین. براتون یه آموزش خفن تو دایرکت میفرستم. مخلصم داداشا و خاص باشید.